زبان پرتغالی هرچند بیش از 250 میلیون نفر در جهان به آن سخن میگویند، کمتر جز از خلال دو نویسنده شناخته شده: فرناندو پسوآ و ژوزه ساراماگو، برنده جایزه نوبل ادبیات در 1998. او در سراسر عمر خود فردی متعهد به عدالت طلبی و دفاع از آزادی‌های دموکراتیک بود. اما در همان حال با ادبیاتی که جنبه‌های سورئالیستی و رئالیستی در آن به هم آمیختند، نظیر کوری و بینایی، توانست سبک و سیاق خاص خود را بیافریند و با جریان عمومی ادبیات قاره‌ای آمریکا و میراث پیشاکلمبی آن فاصله خود را حفظ کند.